بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي بعث الانبیاء والرسول للهدایة العباد و افضل الصلاة و اتم السلام على رسوله محمد خاتم الانبیاء والمرسلین حب القلوب و شفائها محمد المصطفى صلی الله علیه و سلم و علی آله و اصحابه و ازواجه و ذریاته و بارک و سلم علیه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام. الحمدلله امروز انشاءالله خدا خواهد روزی مبارکی، انشاءالله جمعه. البته ما شما عزیزان به این فرارسی روزی مبارک جمعه انشاءالله تبریک میگوییم. گفتی شاعر صبح صفای جمعه بادا مبارک بر شما، صبح پر نور و ضیا بادا مبارک بر شما. شکر گویم هر سحر از درگاه الله پاک، رحمت نور الهی بادا مددگار شما. خداوندا به درگاهت بینالم، مرادم را بده ارمان ندارم. مرادم در این دنیا دو چیز است، اول ایمان، دوم دستی سخی است. صد مهر و وفا بین دوستان باشد، دوستان ما را خدا نگهبان باشد. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام، مهمانان گرامی قدر. الحمدلله، شکری به خدا که الله سبحانه و تعالی تنی صحت داد. الحمدلله، خاطر جمع، دل بیغم به شما عزیزان در این روز مبارک. اولا دیدار یکدیگر دیدن خدا انشاءالله مناسب دید. بسیار به خدای مهربان انشاءالله چیکار کنیم؟ شکر گزار باشیم و بسیار به خدا حق سبحانه و تعالی حمد و ثنای بشماره گوییم که خداوند حق سبحانه و تعالی این دم ها، این ساعت ها را برای ما شما الحمدلله چیکار کرد؟ خدا حق سبحانه و تعالی غنیمت داد. ما یک چند جمعه ها بود درباره قصه انشاءالله خدا خواهد پیغمبرای گذشته صحبت کردیم. امروز انشاءالله خدا خواهد یکی با پیغمبرانی الهی که یا سلسله پیغمبران حضرت صالح علیه السلام انشاءالله با شما عزیزان هم صحبت میشویم. حضرت صالح یکی از پیغمبران انشاءالله خدا خواهد بزرگ هستند و انشاءالله الله سبحانه و تعالی در همه دور و زمان برای قوم ها را خدا خواهد انشاءالله که راهگم می شدند، از راه می برمدند، دست به گناه می زدند، الله سبحانه و تعالی این پیغمبران را برای ما شما چیکار کرد؟ انشاءالله خدا خواهد فرستاد. خیلی که پیغمبری ما و شما هم محمد صلی الله علیه و سلم هم وقتی که بعد حضرت عیسی علیه السلام بیانی آسمان برمدن، قوم تماما برای فساد رفت، تماما انشاءالله به گناه رفت که حتی اینکه در تمام روی دنیا شیطان ملعون مرجون بیراقش زد، همه را به فساد انشاءالله مبتلا کرد. الله سبحانه و تعالی پیغمبری آخر زمان محمد صلی الله علیه و سلم از عرب انتخاب کرد و انشاءالله به سوی ما و شما چکار کرد؟ انشاءالله فرستاد. این چنین همین قوم انشاءالله خدا خواهد صالح هم چکار کردن؟ قوم بدبخت برمدن. خدا سبحانه و تعالی در چندین جای قرآن کریم انشاءالله خدا خواهد بیان میکند. در عبارت در سوره شورا آیت 155، در سوره انشاءالله شمس، در سوره انشاءالله والفجر، الله سبحانه و تعالی یعنی درباره انشاءالله فعالیت حضرت هود علیه صالح علیه السلام که این برادری انشاءالله هود علیه السلام بود بیان میکند. خدا چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذ قال اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله. حضرت صالح این قوم در فرسوند وقتی که قومی بسیار اینا هم بدبخت برمدن،
قومی که بسیار انشاءالله خدا خواهد یعنی سرسخت بدن این قومم انشاءالله. همه دعوای پیغمبرها یک بود، یعنی ان اعبدوا الله، فقط خدا را عبادت کنه و به خدا حق سبحانه و تعالی شریک نیاره، شریک نیاره. از من همه گناه الله سبحانه و تعالی میبخشه مگرم ولا تشرکوا بالله. خیلی که لقمان حکیم بچه او که اولا کاری تو به خدا شرک نیار. خدا خواهد انشاءالله معنای شرک به خدا شریک آوردن. خدا نه یک چیز چی کردن، یاردمچی کردن. من حضرت مثال عیسی علیه السلام قومی انشاءالله امروز خریستیانا بچه خدا گفتن، نعوذ بالله من ذالک. من یهودا باشد عزیر انشاءالله بچه صالح گفتن مشرک شدن. ما را الله نگه داره که فقط الله سبحانه و تعالی خدا خود عبادت کنیم. وقتی که صالح از بین این قوم خداوند انشاءالله چیکار کرد؟ انتخاب کرد و مردم انشاءالله دعوت میکرد، میفهمون. بسیار قوم های بقوت بدن، کوه را بریده خانه ها می ساختن. عزیزان من بسیار قوم انشاءالله خدا خود بقوت قومی بودن که انشاءالله سرسخت فقط از یعنی سنگ ها بوت ها می ساختن، خداها می ساختن، خداهای باطله. و این خداها را چیکار میکردن؟ یعنی عبادت میکردند. وقتی که حضرت صالح فرسون، حضرت صالح دعوتشو میکردن، گفتن این سال نپرسته، شیطان نپرسته، بوتا را عبادت نکنی، فقط الله حکنه. گفتن تا از کجا پیدا شدی؟ تو دادین در بین ما میگشتی، اگه تو امروز از کجا پیغمبر شدی؟ همچنین سرسختا با پیغمبرها بحث و تلاش میکردن. گفتن تو اگه کجا پیدا شدی؟ تو دین نبودی، میگشتی در بین قوم ما، اگه امروز تو صالح شدی و یا تو که امروز مردمه بس یکی خدای دعوت ما حوالا نشو نمیگردیم. نباشم گفت اگر تو حقیقی انشاءالله خدا خواهد پیغمبرم گوی برای ما یک معجزه نشان ده. معجزه نشان ده. گفت من پیغمبرها را هر دور معجزه طلب میکردن. معجزه فقط این از دست انشاءالله خدا خواهد پیغمبرها میاد خلاص. این از دست من و شما نمیآید. برای پیغمبرها را حقیقی پیغمبر تصدیق شدنش الله سبحانه و تعالی برای چی میداد؟ معجزه میداد. گفت نباشم تو پیغمبری بر حق باش. میگه درم یک سنگی کلانی سفید بود. گفتن ما میخواهیم که از همین درین سنگ یک شتر پیدا کن. همین شتر را پیدا کن، شتر به دنیا بیاید و ما فرزند تولد کنه. عزیزانی من حضرت صالح که انشاءالله داشت اجابت شونده بود، رو به خدا آورد، دعا کرد. یک باره میگه سنگ در جنبش درآمد و از درون سنگ یک شتر بی نهایت کلان انشاءالله خدا خواهد پیدا شد. الله سبحانه و تعالی بعضی روایات میگه 4000 سال پیش خدای تعالی همین شتر در درون سنگ پیدا کرده بود. سبحان الله. چون که صالح می آید این قومی سرسختی بدبخت البته یک چیز طلب میکنن از صالح. همین سبرای و من چیکار میکنم؟ گفت معجزه‌اش میکنم. وقتی که بور اومد میگد و بور اومدن زمان میگد کودک تولد کرد. صفتی خدا خواهد قرآن ده صفتی همین شتر 5 نمو صفت چه بیان کردن. یک میگد خدا حق سبحانه و تعالی از شتر از سنگ میگه خرسنگ کلان آفرید. از درنی همین خرسنگ کلان شتر میگه الله سبحانه و تعالی پیدا کرد. دویم صفتش آن شتر میگه به جفت یعنی مردینه حامله دار بود. یعنی ما شما مال هامونه چیکار میکنیم؟ برای نسل گرفتن نرینه پیش میبری. یک جایه میکنی از وای چی گاو بزو خرو و ها کذا تولد میشه. این شتر به جفت الله سبحانه و تعالی چیکار کرد؟ به جفت حامله دار شدگی بود. الحمدلله. ببینید این تقدیر خداست انشاءالله. وقتی که میگرد حتی میگه مادر نداشت، میگرد شتر هیچ کس نداشت. خدا سبحانه و تعالی با قدرت کامله خودش شتر در بین همون سنگ الله سبحانه و تعالی پیدا کردگی بود. این ببینید انشاءالله خدا خواهد. ببینید میگد وقتی که کودک تولد میکرد میگد شیر بسیار میداد، بسیار شیر میداد.
همین قومی حضرت صالح 7 قبیله بودیان، 7 گروه بودن، همش بشیر تامین میکرده، از شیری و گرفته فروخته خورده همش باشده برفتادیان. بینید الله سبحانه و تعالی چیشه؟ خدا خواهد انشاءالله یعنی قدرت شه الله سبحانه و تعالی. بینید وقتی که میگه به دنیا اومد شرط نامه کردن قوم کتی، 2 شرط کتی، گفتن همین شطور خدمت شما قوم ها را میکنن. یکم شرط گفتن یک روز همین چشمه آب شه شطور میخورد، همین خیلی کلون شطور که چشمه آب شه یک روز شطور میخورد است، یک روز قوم. بینید بسیار شطوری کلون بود، بقواد بود و یک خوردش چشمه را قوم میکرد. دویم روز با آب پیدا میشید قوم و جمعیت میخورد. دویم گفت این شطور هرگز شما گفت نکشید، به قتل نرسانید، اگر به قتل رسونش الله سبحانه و تعالی شما را به عذابی سخت ترین گفت گرفتار میکند. همین 2 شرط نامه که شطور چیکار کرد؟ الحمدلله شکری به خدا که به میدون برمد. میدون برمد الحمدلله. مردم از شیرش هر روز استفاده میبردن، هر روز فایده میبردن، هر روز الحمدلله میخوردن، میفروختن، بای شدن، بدولت شدن. ببینید وقتی که این شطور میگه انشاءالله خدا خط قصه من قرآن ده استعوذ بالله، قال هذه الناقة لها شرب ولكم شرب یوم المعلوم. سوره شعراء آیت 155 در الله میگه که نوبت همین نکن، یک روز شطور آب میخورد، یک روز شما آب میخورید. شرطنامه همین است. با قوم انشاءالله شرطنامه کردن الحمدلله. و ما در دوم آیت میگه ولا تمسها بسوء فیأخذکم عذابا یوم عظیم. و گفت اینا گفت با عقوبت نگیره، گفت شما اینا، یعنی اینا گفت نکشه آزارش نتیه، اگر وقتی که شما اینا آزار و عقوبتش میگیره شما به عذابی سخت‌ترین گرفتار میشه. این وعده الله هست، گفت بالای شما می آید. وقتی که این قوم الحمدلله چیکار کردن؟ زندگی را بسر کردن، دیدن که بعدی این انشاءالله معجزه الهی قوما سکسک حضرت صالح ایمان آوردن اثر کردن. الحمدلله بسیاری قوما چیکار کردن؟ سکن لا اله الا الله صالح نبی الله میگفتگی شدن و یا پیغمبریش تن میگفتگی شدن و یا پیغمبریش انشاءالله خدا خواهد حق بدنش انشاءالله چیکار کردن؟ قبول کردن اصلا کردن. آیسته وقتی که دیدن که حضرت صالح قوم زیاد شده ساده، اینا بعد دیگر ریجه کشیدن. حضرت صالح 10 انسان که شیشته گفتاده است که همین انشاءالله 10 کس یک فرزند به دنیا می آید و برای قتل کردن همین شطور سبب می شود. 10 میگه جوانا میگه فرزندش میگه حامله‌دار بوده زنهاشو، 9 تاش فرزندش در به قتل رساده، 1 تاش که به فرزند نبوده عموما نکش فرزندش. آهسته آهسته او فرزند چیکار کرد؟ بوایه رسید، سکسه کلان شد. اون 9 تا دیگر گفت که این گفت صالح دروغ گفت، این گفت بچه تولد میشه و همین قاتل همین شطور میشه. این گفت بچه، گفت این کلان شد بچه، این گفت هیچی نشیده ساده. نسبتی با حضرت صالح شبهه پیدا کردن، گفتن این هیچی نتیجه نیست که کنی. ببینید نتیجه ای کار انشاءالله خدا خواهد الله سبحانه و تعالی این تقدیرات الهی می شود. ببینید خدا در دوام آیت چی گفت؟ یا قومی هذا ناقة الله لکم آیتا. همین گفت شطور برای شما نشانه الله هست. فذروها تأکل فی الارض. اینا گزارش که داخل در روی زمین
همین وقتی که توالش داده علف و همه گیاه ها انشاءالله الله سبحانه و تعالی پیدا کرده. ما نه همین گیاه ها علف ها بخره این زندگی کنه، این آزار نتیه. این آزار شما چی می شود؟ سبب انشاءالله جزای شما می شود. همون بچه میگه کلام نشود، کلام شدن بعد عزیزانی من به واسطه عراق، وقتی که عراق میخورد مست می شود، سبب همین قتل کردن شتر می شود. برای همین الله سبحانه و تعالی عزیزانی من عراق در قرآن عظیم و شنم برای چی حرومش کرد؟ همه سرچشمه گناه های عراق است. یعنی می همه سرچشمش همین روز فلانچی کشته است، فلانچی زده است، پدرش پیش کرده است، زنش طلاق داده است. به این روزا 15 جوانا می آیند زن ما طلاق کردم. اما من میگم تو چی بودی؟ میگم مست بودم. ببینید برای همین پیغمبر نازنین گفت الخمر ام الخبائث، عراق گفت مادر بدی هاست. عزیز من الخمر مفتاح کل شر، عراق گفت تمامی کلیتای چی هست؟ یعنی بدی ها هست. عزیزان من همین سرچشم هست. همین خدا 15 سال پیش دونیست که یه عراق برای ما شما فایده نمیتید. عراق که وجودش که زیان است، الله سبحانه در سوره مائده خودش 2 آیت اومدگی است قرآن برای عراق. یک تاش عراق برای شما ضرر گفت خدا، وقتی که شما مسجد به نماز نزدیکی نکنید. وقتی که صحابه میخوردن، اول صحابه ها تا حرام نبودنش در خونه هاشو در کوزه ها عرق ها را حمایه میکردن، گاه ها بیرون از نماز میزدن صحابه ها را. در یک خانه صحابه ششته مست شده کله کفونک میکنن، زنک میکنن. یک نمازنده سوره قلیه را چطاق میخونن، قلیه ایها الکافرون چطاق خوندن. بعد حضرت عمر انشاءالله خدا خواهد یعنی پیش حضرت پیغمبر میاد میگه همین حادثه ها شده است آخرین از خمر، چی حادثه های ناخوش در بین مدینه منوره. بعد الله سبحانه و تعالی سوره مائده 90 آیت شده انما الخمر، یعنی استعوذ بالله یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. خدا 4 چیز اکبر حرام کرد. کثافتی هم عرقی بدبخت 4 چیز خدا حرام کرد یک باره. یکم عرق حرام، دویم انشاءالله خدا خواهد بت پرستی حرام. مثل قوم صالح هم بت پرستن کو، بت پرستی حرام. سوم انشاءالله خدا خواهد انشاءالله فال بینی حرام. از آن من فال هم حرام است. کسی بخشیگی میکنه روی جنت نمیبینی. کسی سیرگر جادوگر است خدا زده است. من خدا زدهش میگم بدبخت است، ملعون است. والمیسر قماربازی حرام. امروز بچه های نمازخون بار که کدام سایدی من نایستست میگن همین بچه های نمازخون هم در شهر با تلفن قمار بازی دارن. میگن نماز میخونه با اومده رود سیاه با هم نمازه. ای قمار حلال دونستی خودت کافی زن طلاق نشوه. نه برای قمار این خدا حرومش کردینه. یا که عرق هم همچنان است، فال بینی هم همین چنان است. پیشی بخشی رفتی فال دی خط فال شدی پلت گم شد و زنت بچه نکرو کارت ندوید، بدبخت کارت ندوید، پیش بخشی میدهی پیش الله دا، پیش یعنی آفریدگار بیا خدا خد ان این زنده حی الذی لا یموت، ان این به فریادت میرسه، ان این به دادت میرسه. هم چه خدا مگه بود خلوتی دو اومده گریه میکنه خدا جان کار که شهروندن نکنه. همین فرعون ملعون بی برای او بالا برا گفتن شاخ چف مینداخت، شاخ در بد دار میکشید که خدا جان سهر شرمندم نکن پیش قوم من خدمت خدا اعلام کردم انا ربکم اعلا، گفتم من شرمندم نکن. میگفت این ملعون بی با ملعونش خدا حاجت میداد، شرمنده نمیکنه اجمن داره.
بینید میتونه خدا جوانی مردش کنم بخشیره می بلا و بدتره می خدا مهربان است با بینید برای همین خدا خواهد انشاءالله گناه ها را نکرد. این کسی حلال میشماریش نعوذ بالله حکم تمین است. زن طلاق میشه کافر میشه اگر 20 سال نماز خونده باشه همش حبطه میشه دهشی که ثواب نال میشه. ای دیگه همه اگر مباد ایمان بیاری ای دیگه تسکینی همه این نمازات رو با قضا میخونی همه عمل تکرده میتونی 20 سالت تصور کن تو امروز بامدادت قضا شد بزرگ میخونیش 5 روز بعد و 10 روز بعد وقت نمیایی خود نمیگی با پیش خدا بیستی تصور کن تو حبطه میکنه همه چیزه. برای می خدا گفت نزدیکی نکن. برای می خدا گفت که این برای شما حرومه. همین بدبختی همین جوان عرق نمیخورد ناقه نمیکشت شطور نمیکشت. دو کس شدن میگه شطور نزد آب رفت آب خورده ساداتی میگه یک میگه غولک میگه از زمین گردن زد وقتی که میگه گریخ میگه ویش میگه پاچیکش برید. این قوم ملعونی بدبخت با جمع زد میگه از همه طرفا شطور کشتن. بچه شطور وقتی که این واقعه رو دید میگه گریخت شطور میگه بچه سر کردن هرچند که دستگیر کنیم و با قطع رزنی با همون پیشی سنگ رفت میگه همون سری سنگ خاره سنگ سب سفید الله سبحانه و تعالی امر کرد که شاده شد. این شطور بچه دور مدو برفت محکم شد. حضرت صالح علیه السلام با خبر شد چون خدا وعده میکنه که تا 3 روز بعدی 3 روز عذاب می آید. ببین خداوند در سوره شمس آیت 13 چی میگه؟ استعیذ بالله فقال لهم رسول الله ناقة الله و سقیاها. هرگز میگه صالح میگفت ای میگه قوم و جمعیت بگذارید اینا یعنی به خاطر نسونید مون نوبتی هم آوشا بخوره لیکن اطاعت نکردن. اکن گفت 3 روز منتظر شه گفت عذابه. یکم روز میگه روشو سرخ شد قومه. دیم روز میگه روشو زرد شد. 3 روز روشو سیاه شد. حضرت جبرئیل امین اومد. این جبرئیلی که الحمدلله با یک قناتش دنیا را چپه میکنه. خدا را یک چنین عملیاتا داره که در لحظه ای چشمش نپوشودن از 7 آسمان نزد پیغمبران میرسه. اومد گفت سوال چی گپ است؟ گفت هرچند کردم این قومی سرسخته هرچند کردم این قومی بدبخته بکن گفت قوماتگی برو از اینجا. آنانی که ایمان آوردن گفت نجات میابن و میگد یک نعره زد یک داد بانگ زد همش میگه چی؟ خاکستر شده ریخت. یک بانگی که حضرت جبرئیل زد میگه ببین همش میگه حتی بدبخت ها میگه در گوشاش چیزا را تکنن تا که بانگی جبرائیل نشنون. وقتی که خدا خواهد غضب خدا بالا می آید همه برابر است. منم برابرم تو هم برابر هستی. خدا نمیگه که داملا بود اینجا خدا خواهد اولیا بود. کدام ملاهایی که امروز خاموش میستن حق نمیگن حق پا نمیکنن این جزا مقرره. میگه که حکومت جزاش مقرره. نرشینی کردی که میگه مردی چی زن هستی در نزد جزای حکومت کشیده میشوی. خدا هم جزاش مقرره اگر ما از راه براییم از فرمان خدا سرکشی کنیم فرمان پیغمبر سرکشی کنیم. عزیزی من بیا به خود بیار روح به طاعت بیار روح به عبادت بیار. این چنان جبرائیل است عزیزی من. این قوم نیست و نابود کرد. کسانی که به صالح ایمان آمد همون قوم ها همون چیزا نجات یافتن و خلاص. بینین عزیزان من
الله سبحانه و تعالی در تاریخی اسلام 124,000 زیاده پیغمبر گذشتگی است. 124,000 زیاده. اکثرش خدا نیست و نابود کرده است. معنی سرکشی هاشو به گناه هاشو. عزیزان من، ما هم از الله بترسیم. ما هم ترسیدن رو به چی بیاریم؟ طاعت عبادت بیاریم. این بود که 3 ساله برمیگردم من به 4 چیزی که خدا خواهد انشاءالله حرام کردگی است الله سبحانه و تعالی. یکم انشاءالله خدا خواهد عرق. عزیزان من، الحمدلله امروز قوم جامعه موضوع شد، چون که اکثری محفل ها به عرق شده ساده است. سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر. گویم میارزه، چون که روز جوانای ما رو به خدا آوردن، رو به عبادت آوردن. شیطانی ملعون مرجونه انشاءالله سخنش نگرفته ساریه. سبحان الله. اکثر دخترای ما امروز خدا خواهد با حجاب، با تقوا، با قرآن، با نماز. شکری به خدا. این علامت نیکی های خدا خواهد چی است؟ انشاءالله الله هست برای قوم و جمعیت ما. خدا خواهد انشاءالله نکی ای کاره هرگز انشاءالله سری گناه نرو. بعضی با جوانا بود است هم نماز میخونده است هم عرق میخونده است. این چی گفتگی معنی دارد؟ بگو خودت. هم نماز خون هم گناه کن. این مسخره بازی هستی. تو مسخره بازی. تو علی خدا ترس نیستی. تو خداجو نیستی. تو مسخره بازی. تو منم ترس میگم که گویا که تو با سخنهای خدا مسخره داری. سخنهای خدا را بازی دارید. نکن از این کار. حرام که حرام تمام. حلال حرام، حرام حرام شمار خدا قادر انشاءالله. و امروز توی داری در توی داده ساده خودت نخری عرق میداده است. با چی میگفته است؟ عرق این قرض است. عزیزی من، عرق قرض نیست. اگر شما یک آدم یک ماشین عرقش زدش کنین، اگر قاضی شریعت باشد دعوا کنین که فلان چی بیاید گوید که من 1000 تا عرق ما شکست دعوا کند و پولشت نمیتی. و بی‌قدرترین چیز است در نزد اسلام. خیلی منش آش قرض باشی گوی من آش گوشت چای برفت یک از خورد خیلی گوی که یعنی قرض نکین چیزای گناه قرض نمیشه برادر. بعضی بچه ها گفتن که من سوال میتونن که همین پدر میگه که ما قرضیم عرق خورد دادیم فلان وقت به خورد دادیم ما خیلی نجاست خوردی آخی امروز و حرام خوردی اگه توبه کن با دیگه بعد دست نکب آخی نیار ملعون میشوی. الله همو قدر کرد اگر خدا خواهد 200 میلیون صرف که خیر و احسان که یک تا عرق بته همش بیکاره. دنیا هم میسوزه آخرت هم میسوزه. بینید یا امروز قیمار بازار هم من میگم امروز قیمار خدا خواهد انشاءالله ماده شده است. قیمار باز و تلفن ماشینش باید داده است. همین جایی ماشین موندم دمش داره نه چند هزار دلارش باید داده که آدم ها هست از ترسیمانه میگد. خب نه که همش بوش برمده زاده است. دیمه الله سبحانه و تعالی دونیست 15 عصر پیش که این با انسان موفقیت نمیاره. این قیمار باور میکنیم در تاریخ موسفیدا گام میزدن زن شبای دادگی آدم هست خانه شبای دادگی آدم هست ماشین شبای دادگی آدم دختر شما بدد رای آدم ها بودیان. دختر نه چی عیب زنت نه چی عیب نامرد خودت کردی یا خودت جواب بده یا با یک نامردی مردان دا برمده نامردیش در کجا قرض من میگیرم زنک بینود زنم فلان شوه این مده روزت خودت اتوی چت کرد تو موجیکی آخی موجیک شدی برفتی نترسیدی گرفتی $10,000 امروز زنک بینود می یا بچهت بینود می دخترت بینود می من این قیمار تا چه اندازه میبرد امروز. ولی بچه هستن که در شهر این روز گومن از قیمار بازی
این حرام است عزیزی من، نه حلال نشمار. بود پرستاره میگم امروز اکثری با جوانای خانای ما و زنای ما و شما مواد اگر مره خانهش پلیک در میگیرن. 40 روز همون جای مرده بور میگیره، یک کوزچه بلق بلق با در کوزچه با یک 4 تا استریق بلا و بطر هر بگه پلیک. یعنی مزار اومده پلیک در دیم دستاد. یعنی گاه ها من میبینیم بیخواه دیوالا سیاه هست، انامین شرک است. اگر کسی نمازخوان زن باشه کافر میشه. بگوش من مرد بیچاره دعاش کرد و به علاوه با بعضا سویت خونه نکش نمیدم مرده بود میگه سویت چمون که ارواش میآیه و تماشا میکنه. یک جفتی نه. این اسراف حرامه. نه که این کار از زانی من های معیزال باز زن تا بگو آخی زن تا بشنو زن تا فهمون آخی چیزه این گناه بودنش فهمون گو که ای زن تو نماز میخونی بطور با این کار میکو آخی تو نماز خون کاری بچه است نه دوا از اونجا تلفن میکرده زنش زدک چراغی که کار ندارید شما درگیرون بود پرستاری خدا خواهد انشاءالله پریسی اگه خون که کار ندارید. این چراغ حرومه. این بی سه شنبید بی 4 شنبید این همش دروغه کیانه نیست. همین کافرای بدبخت ما و شما رو انم خیلی از عقیده خدا ضعیف کردن انم خیلی چیزا رو برای تمام ما شما رو جاریش کرد پرتا. بیگان یک سخن شنیدم با امروز بچه دین رجدین داشته شم درگیرون دست داده. این دین رجدین در اسلام نیست. امروز خیلی دین رجدینش با همین تا عادی بود مثل همون ویا کافرا با تات مونده در درمی تات شماره تخیده بعد وی اومده دین رجدینیم پس در علی و گوه بدبخت پوف میکره مره امروز تو علاوه نشکارت میکنه تو خدا خواهد زوری در روی گلیه مدغت سوخته مری. ای خدا نمیترسه یا شما ندیده سه بچه هاتونه دختراتون ندیده سودی در خونه چیکارا دارم. این چه خیل تربیه هایو این چه خیل محبت به اسلام و محبت به قرآن و محبت به پیغمبری آخر زمان محمد صلی الله علیه و سلم. من امشب شنیدم گفت داملا گفت در دیر رجدین یشو همون تارت با دردنی تارت شما را مونده مثل همون کافرای بدبخت شما پوف میکره با و یکم بخناک میشی داشته قیطه بلا میزند خدا خواهد انشاءالله. این دیر رجدین افته که چیه تو بجای خلصش دن گیریه که من 1 سال عمرم گذشت اویا من به خدا خدمت کردم این نکردم بگو هنی گیریه کن خدا جان گو از آفت و بلاها نگم و دارگو دعای خوب که خدا خواهد انشاءالله بجای و قرآن خون امر و معروف نهی از منکر که یک بیاتونی خوب آورده در خونه. روز از روز زیاد چیزا ساخته بود من دستدیم از زادی من از الله ترسین. اگر دیر رجدی نمی کنونی بچه و دخترت نه اختلاف مرد و زن یک جای باشه همسینف و حرام است. عزیزی من چی حادثه میشد امروز تمام دنیا بیداره ای خدا بترس. دوره هایی بود که پیش از این تلفن ها نبود همه خواب بود زن چیه شوهر چیه نمیدونیست. امروز باور که گهوارنگی تا میدونه. من برای شما رسوندن چیز میکابم در اینترنت تیک تاک دیدم باور میکنید زنش مچک کنه ولی باید نمیدونم 1 ساله 2 ساله والله سال عقل داره شوهرش آتش زده است بوسه نکنه و فهمش رفته است. امروز تو 15 ساله و 16 ساله 18 ساله دختر نگو خپه که دیر رجه نمیکنی بچه و دختر یک تا میکنی در یک خونه سرش میکنی.
خودت دختر تا حمایه که دختر چیزی گلی نازکه حمایش که پژمرده کشید بعد هیچ کس در کار نیست یک مر میگیری یک مر سرت خم در بین جمعیت میگرد چی میکنند این فرزندکا میکنند رحمت این چیزا را و جای دیرجین خدا خود 2 میلیون 3 میلیون صف داری 2 میلیون 3 میلیون کتابش خریدته قرآنش خریدته راه علم آموزونش سعادت در علمه سعادت بخت در قرآن و در علمی چی دنیایی باشد آموزونش خدا خواهد عالمای چی دنیا متخصصش کن متخصصی خوب برای پیشرفت دنیا در کاره اینو در یک رایان گنیگلاگ نیست یک رایانی بتون گنیگلاگ مردک تصور کن چندینش من شکایت میکنم همین باید جناب حاکم باید که من بگو من کیا بونم آخی کیا آخی دختر تخونم آخی تو دختر نخونونی کی دار و خانونی خدا خواهد وقتی که خدا خواهد دخترها را بخونونی گلیگلاگی خوب شد زناتون ندی چی نکنه داخل مجبور است خدا خواهد باید پیشی مرد ببرش ببینش یکی اسلام ده گناه نیست اگر متخصص مرد است زنی که خدا خواهد انشاءالله در مذهب امام اعظم بیمار بشود همون جای بیماریش دیدن حق دارد علاج نیست برای و صحت گردن لیکن باید که متخصص دختر باشد که نه انشاءالله من سعودی برین الحمدلله من رفتم هسپیتالی سعودی یک گروپ هم یک زن کسل شد رفتم من پلت ها جدا هست مرد جدا زن جدا زنها را زل چی ندارد نمیمونه دور مدنی وقتی که من نزدی دروازش رفتم دو سلدت استاده است السلام علیکم و علیکم السلام کیف حال الحمدلله بخیر لما جیتن برای چی اومدی گفت انتم تنام خالتنا فی المستشفاکم خاله من در دخترخانه شما خواب است طیب گفت ناز گفت تو چی میشه گفت چی میشه من هیچی نمیشه اقود گفت علال کرسی علیک حرام گفت ده حرامه گفت بری دختر دو کجا میداره گفت تا عقلت هایی گفت تو چی نومدی خماندم لباساش آوردم من البیستاش آوردم خوز ادخل انت من گیر بخدد بده را هیچ جای مشکلی نبینین همه متخصص ها که های مشکلات نیست در ما که متخصص نیست مشکلات های هر روز طوری اکن خدا خواهد انشاءالله خوننی دخترها را خدا خواهد در کسب کاری خودش بخوننش انشاءالله خودش نمیزه بیدگی یا مرد خدا خواهد کسب کاری خودت کن کسب کاری زنانه چی میخوانی ای بس بچه های عزیز خواهد پرافیسر شو انجینیر شو خدا خواهد خیرور شو این نخو گنیگلاک شوی بعد اومده شرمنده خیلی تصور کن مادرت میآید خواهرت میآید اپات میآید یک تصور کن نخد سوالته و کوچن دختر بینی ایمانت بقوت باشه میلرزی ولی که بولی چک شما بونالی دیگه شب بمون ایمانت بقوت باشه و دیگه راه میزنی میری عزیزان من این خنده آوره برای ما شما نه که مصیبته بین انشاءالله خدا خواهد وقتم شده است هر یکتمون انشاءالله کاری خودمون بکنیم هر یکتمون هر یک آدم باور میکنه کاری خود کند دولت هم پیش می رود دین هم پیش می رود متخصص دین ای دین گپ زند تراکتورچی گپ زند شاپری گپ زند دختری ای جگر و گردک گپ زند اون معلمی ای خدا خواهد دنیا گپ زند اون ملا گپ زند پیشرفت میکنیم همه اونیورسال همه ملا همه پروفسور همه دکتر همه یک آدم همین نجم الدین ده سوال بتیه که همین وچیه او خدا خواهد 12 تا شاگرد شتگیه حالی وای دهنش نبول بده اوجه نجم الدین نال شید امون آخه متخصیصه طوری می آخه ملاش ده آخه تو بعد نیچه اویا پیشرفت بکنه ملا نه سوال بدن شاگرداش 50 تا خدا خواهد هیچ حالا بدونه من خون دادم میشه تمام این چیز این معنی نداره برادر برای هم پیشرفت نمیکنیم هر یک اگر انشاءالله انسان کسب خود چه کاری خود چه کنه انشاءالله دولت هم پیش می رود و دین هم انشاءالله خدا خود موقع خود چه می آورد و پیشرفت میکند وقت هم شده است عزیزان من انشاءالله خدا مناسب بیند با جمعه های دیگر عرفه خدا خود انشاءالله پیشوازگیری رمضان اومده است
چون که قصه همون یک مدت می‌داریم، چون که انشاءالله مسئله مهم انشاءالله درباره رمضان که صحبت میکنیم، چون که رمضان دا بونکا و بسیار سر میشه، ولی خدا خواهد انشاءالله جگر درد و گرده درد و فلان درد و هم مقصد روزه نگیرفته، خدا خواهد این بانان دا یک دلیلا که خدا خواهد انشاءالله با شما عزیزان جمعه دیگر هم صحبت میشیم. یک ماه خدا خواهد انشاءالله درباره فضیلت رمضان، انشاءالله داشتن رمضان، جنایت رمضان انشاءالله صحبت کردن مجبور هستیم. الحمدلله عزیزان من اسنا نمریم، زنده باشیم. بعد انشاءالله ماه رمضان خدا خواهد انشاءالله با قصه های پیغمبری که 25 وعده کردیم انشاءالله خدا خواهد بس همه شما میرسانیم.